اسم که شما گفته بودین کامنت کرده بودین که انصاری صاحب بگین که بر با یک ذره نوحه طولانی تر بخونه. ما در کنار خود انصاری صاحب بودم. سلام علیکم انصاری صاحب. سلام علیکم. خوب هستین؟ زنده باشین. تشکر. هموطنان ما خواسته بودن که شما برای ما باید یک نوحه دیگه بخوانین و که شاید دوست داشتن از آواز شما بشنویم. باش چشم. بر محمد آل بیت محمد سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مرا ابوالفضلم تو کربلایی کن، مرا ابوالفضلم تو کربلایی کن. رسید فصل غم جهان عزاداری، بیا ابوالفضلم بکن علمداری. مرا ابوالفضلم تو کربلایی کن، کمی صدایم کن، کمی نگایم کن، کمی صدایم کن، کمی نگایم کن. غلام تو باشد همیشه انصاری، غلام تو باشد همیشه انصاری. مرا ابوالفضلم تو کربلایی کن. بخیر باشید. تشکر انصاری صاحب بزرگوار. شما تشکر. انصاری صاحب برای ما بگوید که هنجره را چی رقم توانست به دست بیاره؟ هنجره دیگه خداوند داده دیگه. تمرین زیاد کرده. تمرین مقنع میکنم. تمرین. خب فقط همی بعض از مراسم که میشه شما این مراسم که شروع میشه محرم که میشه فقط. خب اگر دوستا برای ما صدا بکنه که شبام یک نوحه را برای ما خوانده بود، کدام نوحه بود که مورم برای ما دوباره بخوانه؟ گرد علم بود. گرد علامت گردم یک ذره طولانی تر که دوستا زیاد تقاضا گرد علامت مولا پروانه صفت گردم، الطاف همایونی، الطاف همایونی، درمانگر هر دردم. گرد علامت مولا پروانه صفت گردم. زینب بفغان گفتا، زینب بفغان گفتا، عباس به زمین غلطید، سلطان وفا فرمود بیشک کمرم خم شد. گرد علامت مولا پروانه صفت گردم. داری لقب سقا، داری لقب سقا، یعنی کی آیاتا بیشک کشان شارا، بیشک کشان شارا. دور دا نتوی همدم. گرد علامت مولا پروانه صفت گردم. بر محمد آل بیت محمد صلوات الله. محمد. شب شام غریبان خودم سینه میزنم هر سال. خب هر سال هر سال یک نوحه خواندم باز میشینم خودم سینه میزنم تا آخر. خب فقط یک نوحه خودت میخوانی دیگه؟ بله. خب بخیر باشید. میشه در نخست یک معرفی کوتاه از خود داشته باشین که هموطنان ما شما را بشناسند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دکتر محمد حسن قیاسی هستم.
در خدمت شما عزیزان. خب شما اهل تشیع هستید. بله بله. خب الحمدلله. سوالات ما شما می داشتیم. اول در نخست بر ما راجع به ماه محرم یک کم معلومات اگر بتین و بگوین که امروز روز دوم هست، دقیقاً چی واقعی امروز رخ داده؟ در یک نظر کلی باید گفته شود که ماه محرم و ماه صفر در واقع با اینکه آغاز سال عربی گفته میشه، آغاز سال قمری گفته میشه، در واقع میتونیم بگیم که ماه پیروزی خون بر شمشیر هست، ماهی که نواسه حضرت پیغمبر صلوات الله علیه بنا به مشکلاتی که در عصر و زمان در سال 61 هجری قمری بود، به دلیل مشکلاتی که جامعه اسلامی را درگیر خودش کرده بود، قیام کرد و خواست به تمام مسلمانان جهان این رو بفهمانه و این پیام رو برسانه که اسلام اگر بخواهد زنده بماند نیاز به فداکاری دارد، نیاز به ایثار دارد، نیاز به شهامت دارد و باید در بعضی از جاها یک مسلمان واقعی از هر آن چیزی که دارد، به طور مثال که شما واقعی کربلا را اگر مطالعه کرده باشید، حضرت آقا عبدالله الحسین از طفل 6 ماهه خودش رو هم گذشت در راه خداوند برای حفظ دین مبین اسلام. هر آن چیزی را که داشت در طبق اخلاص هدیه کرد به درگاه حضرت حق و این درسی است برای ما مسلمانان در سر تا سر گیتی که هیچ وقت در مقابل ظلم کوتاه نیاییم، هیچ وقت ظلم رو قبول نکنیم و هیچ وقت امر به معروف و نهی از منکر رو که در چارچوب تعالیم دین و شریعت ما و شما اسلام باشه سبک نشماریم و به خاطرش از جانمون، از مالمون، از هستیمون دریغ نکنیم و همیشه در صحنه باشیم و همیشه آماده فداکاری باشیم برای رشد و شکوفایی دین مقدس اسلام باشیم. خدا رو شکر بعد از آمدن فتوحات یک امنیت سرتاسری کل وطن محروم و ستم دیده ما و شما را تحت پوشش خود گرفته که هر شهروند افغانستان این احساس رو میتونه کاملا ملموس درک بکنه. شما از غرب افغانستان در همین شرایط میتونید بدون هیچ استرس و اضطرابی به غرب سفر کنید، از جنوب به شمال سفر کنید، شب و روز. الحمدلله امنیت میتونم بگم 99.9% در افغانستان تأمین شده و از این بابت مؤمنین و مسلمانان و هموطنان عزیز ما در جغرافیای افغانستان کمترین تشویش رو میتونم می داشته باشن. الحمدلله اون مسائل سابق نیست و ای که شما میفرمایید که چرا به این سادگی، من خودم به شخص معتقد هستم که داشتن مسائل تشریفاتی ما رو از مردم فاصله، بین ما و مردم فاصله ایجاد میکنه و ما رو از مردممون دور نگه میداره. اگر ما مدعی خدمتکار بودن هستیم و اگر ما مدعی خدوم بودن هستیم و اگر ما میگیم خدمتگزار این مردم هستیم، پس باید در کنار این مردم در بطن جامعه زندگی کنیم و هیچ مانعی بین ما و مردم عزیزمون نباشه. ما به راحتی در دسترس اونا قرار داشته باشیم و اونها بتونن حرف دلشون رو به ما بزنن و ما بتونیم بشنویم و اون چیزی که در حد و توان بندگی ما هست. تا جایی که من اطلاع دارم باید خدمتان بگم که امارت اسلامی افغانستان خودش رو متعهد میدانه که به عنوان یک نظام اسلامی که جغرافیای افغانستان رو در اختیار داره، امنیت فرد شهروندان افغانستان رو تامین بکنه و این رو متعهد میدن. تمام مسئولین این رو بر خودشان یک فریضه میدونن. فرقی نمیکنه که شهروندان افغانستان از کدام سمت هستن، از کدام لسان هستن، از کدام قوم هستن و از کدام مذهب هستن. الحمدلله کشور افغانستان یک کشور هست که میتونیم بگیم 99% بالای 99%ش مسلمان هستن.
خب این هم بر کسی پوشیده نیست که در کشور که شاید بالاتر از 35 میلیون نفوس زندگی میکنه 2 مذهب در این مملکت وجود داره. برادران اهل تسنن ما که اکثریت پیرو مذهب حنفی هستند و اهل تشیع افغانستان که اکثریت اثنا عشری هستند، بر هیچ کس پوشیده نیست که در این کشور، در این جغرافیا، این 2 مذهب سالهای سال برادروار و برابر با هم زندگی بسیار مسالمت آمیز و دوستانه‌ای داشتند و دلیلی نمیبینم که بین برادران اهل تشیع و برادران حنفی مذهب ما مسائل امنیتی باشه که شما می‌فرمایید. خب به هر حال احتمال هست دست‌هایی در این میان باشن کار بکنن به خاطر بدنام‌سازی نظام و حتی من میتونم بگم اینا این دسیسه‌هایی هست که شاید ریشه در بیرون از مرزهای کشور ما داشته باشه که به دنبال مقاصد و اهداف خاص خودشان هستن. این 2 سالی که امارت در افغانستان حاکمیت رو به دست گرفته، این 2 مذهب با هم نبودن. از صدر اسلام تا کنون انمی مردم در این کشور زندگی می‌کردن. برادران احناف ما بودن، برادران التشیع ما بودن. اینها قرنها با هم زندگی کردن، مشکل نداشتن. خب به هر حال بعضی نزاع‌های که ممکن هست باشه خود طبیعیه، به شکل طبیعی وجود داشته، ولی هیچ وقت ما دشمن هم دیگه نبودیم، هیچ وقت بد یکدیگر را نخواستیم و همیشه در سخت‌ترین روزها در کنار هم مثل 2 برادر بازو به بازوی هم ایستادیم و از کیان حدود و ثغور کشورمون حفاظت کردیم. این همون مسئله هست که میگه تفرقه بر تو پادشاهی بود. حضور دارن در تصمیم گیری هایی که مربوط به اونها میشه، حضور فعال دارن و بدون هیچ محدودیت و ممانعتی به خدمتگزاری بر ملت و هم شهریان خودشان میپردازن و مشکلی نیست. مردم با شهامت افغانستان از هر قوم و از هر مذهب و از هر لسان و از هر سمتی که هستن، دلیل منطقی اگر وجود داشته باشه، این مردم هر زمان حاضر به جهاد هستن، حاضر به پذیرفتن شهادت هستن. اگر در حق کسی ظلم بشه و این ملت آزاده افغانستان هیچ وقت ظلم رو نمیپذیره. تاریخ گواه این گفته بنده هست که ابرقدرت‌ها و امپراتوری‌ها در این جغرافیا آمدند چون بنای حکومتشان ظلم بود دوام نیاوردند. و این که اهل تشیع چرا قیام نمی‌کنه به گفته بعضی دوستا که هست، من خودم در میان همین عزیزا هستم و مشکلی را نمی‌بینم. اگر من احساس کنم روزی که بله مشکلی هست و در حق ما ظلمی صورت گرفته و این رو بگیریم، ولی وقتی که ما در این کشورمان حضور داریم بدون هیچ محدودیتی، فعلا ما کار اقتصادیمان رو انجام میدیم، کارهای مذهبیمان رو انجام میدیم بدون محدودیت. البته نظر به بعضی از تهدیدهای امنیتی امسال کمی تمهیدات امنیتی بیشتر شده، کار میکنن. هیچ دوییت و هیچ مخالفت و هیچ ممانعتی به شکل جدی اونطوری که در رسانه ها تبلیغ میشه وجود نداره. خب گاهن یک جغرافیایی که سالها درگیر جنگ و اغتشاش بوده و جنگ های فرقه‌ای بوده، جنگ های حزبی بوده، جنگ های که تحمیل شده اکثریتش بر ملت و بر گرده مردم افغانستان، طبیعتاً طبیعی هست که انتظار داشته باشیم بعضی موارد خود و کوچکی هم باشه، اما مدیریت خوب دوستان در سطح امارت تانسته که رضایت اکثریت رو داشته باشه. امارت اسلامی تمام سیگنال های تلفن ندادن امروز. بله. و این یک ابتکاری بوده که سال گذشته هم دوستان همین ابتکار رو داشتن برای قطع ارتباطاتی که ممکن هست سوء نیت هایی باشه و ممکن هست بعضی پلان های امنیتی که برای از بین بردن آرامش عزاداران آقا عبدالله الحسین در نظر گرفته شده. با همین ابتکار دوستان ما در وزارت مخابرات امارت اسلامی فکر میکنم با شکست مواجه شده و الحمدلله پارسال هم مراسم به خوبی برگزار شد. امسال هم امروز 10 عاشورا هست، 10 محرم روز عاشورا هست
خدا رو شکر هیچ واقعی امنیتی در سرتاسر کشور تا به حال گزارش نشده و به گوش ما نرسیده. شکر از شما. خواهش شما وقتین و خیر سلامت باشین. مرا بالفضلم تو کربلایی کن رسید فصل غم جهان ازاداری